ارجمند علاقه‌مندان به فوتبال، دیدار معوقه هفته 22 تیم‌های فولاد و تراکتور در همین ابتدا میرفت که ساسان انصاری کار رو تمام بکنه و به قول معروف از اون گل‌هایی که گزارشگر رو غافلگیر میکنه در ثانیه 10 این دیدار بود که ساسان انصاری موقعیت تک به تک رو تقریبا از دست داد و بازی بدون گل مساوی داره دنبال میشه. در سمت چپ با علی نعمتی توپ رو نگه داشت، یه لحظه خودش حرکت کرد، هاشم نژاد رو در مقابل داره، حالا پاسش رو میرسونه به احسان پهلوان، یه ارسال کوتاه، شجاع خلیلزاده اشتباه، فرصت برای فولاد و ساسان انصاری با پای چپ ضربه‌ای که تبدیل میشه به کرنر. بعدی چه خواهد شد؟ عالی کار کرد، یه لحظه، یه پاس، یه ضربه. موقعیت حساس در 25مین دقیقه روی دروازه تراکتور، خود اسدبگی میزنه ضربش رو، فرصت برای فولاد. اشاره میکنن به دست بازیکن تراکتور برخورد داشته. این لحظه است که آره دانیال اسماعیلی فر مشکوک صحنه. ببین از ترس خودش این که حالا این شکلی نشون داد یه مقدار صحنه مشکوکه. البته باز تایید کمک داور ویدئویی میخواد، فکر میکنم به شونش خورد و از این زاویه پشت همکاران نشون دادن، فکر میکنم به شونه دانیال خورده. سلیمانی اما پشت به دروازه، حالا یه بار دیگه ارسال، یه کنترل عالی، سرابودانی، ضربه‌ای که از کنار دروازه به بیرون رفت. صدرنشین تراکتور و رده چهارمی فولاد. ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اولین فرصت رو برای تراکتور ببینیم، حسین زاده پاسش برای ترابی، فرصت برای تراکتور و دروژک دروازه رو باز میکنه. گل تراکتور، فرصتی که در نیمه اول ساسان انصاری نزد، در نیمه دوم روی یک همکاری تیمی فوق‌العاده دروژک کار رو تمام کرد. خیلی زود در نیمه دوم روی این پاس بی‌نظیر مهدی ترابی فرصت در اختیار دروژک قرار گرفت و به این شکل با این ضربه دقیق دروازه رو باز کرد. یه پاس گل به نام مهدی ترابی ثبت کنید تا بشه 8. اشتباه، حالا دروژک، هاشم نژاد توی محوطه جریمه، کار دنبال میشه. این برخوردی است که به وجود اومد بین هاشم نژاد و علی نعمتی. منتظر هست آقای بنیادی فر تا تکلیف این داستان مشخص بشه. ویارو چک میکنه، آره کنار زمینم مثل درون زمینش موثر بوده. خدا عزیزی فعلا که تصویری نداره محمود بنیادی فر با تا بتونه تصویر رو ببینه. محمود بنیادی فر تا فیش وی آر در واقع وصل بشه، احتمالا هم مشکل فیش بوده چون تصاویر بازیکنان فولاد صاحب تو با احسان پهلوان دستش حرکت کرده. علی نعمتی، حالا تو میرسه به علی نعمتی، یه ارسال روی تیر دورتر، از همه عبور کرد ساسان انصاری اونجاست. یه ارسال دیگه، فرصت برای فولاد پشت محبته، یه ضربه از سرابادانی، حالا فرصت برای فولاد و توپی که در اختیار علیرضا بیرانوند قرار گرفت. یه ارسال، یه ضربه سر، موسی کولیبالی توی محوطه جریمه، درگیری در واقع برخوردی که پای موسی کولیبالی با سر شجاع خلیلزاده داشت. این لحظه است که او خیلی بد زد موسی کولیبالی، خورد به سر، دقیقا برخورد ایجاد شد به سر شجاع خلیلزاده. آره فکر کنم رفت کارت قرمز بده، کف پا قشنگ زد پشت سر
آره موسا کولیبالی رو فرا خوند. کارت زرد هست. کار برای فولاد سخت شد. سینا اسدبگی یه پاس بلند به سمت چپ، ضربه سر رو زد نعمتی. حالا توی محوطه جریمه عارف آقاسی، ابوالفضل زاده عطار میگه پنالتیه. چه اشاره‌ای به دستش میکنه زاده عطار. مطمئن مثل اینکه دست عارف آقاسی باز بود یا چی آقای بنیادی فر. اثر علی نعمتی از پشت سر اومد بدن بذاره. بله دیگه، دست باز، کنترل، تصمیم محمود بنیادی فر و پنالتی برای فولاد. ابوالفضل زاده عطار آینده دار در مقابل علیرضا بیرانبند حرکت میکنه، گرفت، حالا میزنه توی دروازه. گل برای فولاد. پنالتی رو خراب کرد اما برگشتشو نه. خیلی خوب تشخیص داد علی بیرانبند، با یه دست توپ گرفت و به این شکل دروازه باز شد. مطهری با گل محمدی داره صحبت میکنه کنار زمین و تر و برنامه دارن. یه اشتباه، چه اشتباه کشنده‌ای. هاشم نژاد دروازه رو باز میکنه. کمر فولاد شکست با پاس اشتباه سینا اسدبگی. حالا توی صحنه بعد این شکلی ببینیم که چطور هاشم نژاد از شاهین توکلی رد شد و با پای چپ دروازه زارعی رو باز کرد. چه فوتبالی رو شاهد بودیم، چه فوتبالی رو شاهد بودیم تو آخرین لحظه، آخرین دقیقه. فارغ از این که کدام تیم به پیروزی خواهد رسید، زمان ببره. این هم سود پایان این دیدار. 2-1 به سود تراکتور.